هلو گایز، چطورید؟ امروز جمعه است و من میخوام برم خونه دایم نهار. تازه از همون اومدم، میخوام برم موهامو خوش کنم، روتین پوستیمو انجام بدم، بعد بیایم با هم دیگه آرایش کنیم و استایل کنیم و بقیه ماجرا. پس با من همراه باشید. خب دوستان، همونطور که میبینید من موهامو خوش کردم، روغن آرگانمو زدم. الان میخوام برم آبرسان بزنم و یه آرایش ریز انجام بدم. چون وقت ندارم، خیلی باید عجله حاضرشم، نمیتونم از آرایش کردن ویدیو بگیرم امروز واسهتون. باشه یه فرصت مناسب تر براتون ویدیو میگیرم از آرایشم. من میرم آرایشمو میکنم، لباسامو میپوشم، باز میام بهتون نشون میدم که چیکار کردم. خب دوستان گلم، این شد از آرایش کامل من فقط یه آبرسان زدم، یه ذره سایه زدم، ریمل و رژگونه و رژ لب. ضد آفتاب نزدم چون هوا اونقدر آفتاب نیست. بیرون خواستم که نمیخوایم بریم تو خونه این فوقم، فقط یه ذره آبرسان زدم، رژ لب و رژگونه و ریمل. تا اینجای کار میرم لباسم رو میپوشم، میام که بهتون نشون میدم. ممنون. خب بچه ها، این شد از لوک نهایی من. تا اینجا یه کراپ کوتاه پوشیدم با یه شلوار با گشاد، اینطوری با یه دونه کمری سفید بستم شلوارمو. اینطوری شد. حالا باید تو آینه عکس میگیرم کامل بهتون نشون میدم. استایلمو با یه دونه مانتو زرد کره‌ای تکمیل میکنم و یه شالی دارم که هم به شلوارم میخوره هم به شالم میخوره. میپوشم، عکس میگیرم، میذارم اینجا واسه. اینجا تو خیابونمون نزدیک خونمونه یه پاساژی داریم. جلوی پاساژ یه دونه کافه ارتقا کردن تازگی ها، از این کافه‌های کوچولوئه که تیک اویه هم، ولی خب میشه کنارش بشینی و قهوه بخوری. اگر توجه کنید شکل ظاهری کافه هم شبیه قهوه‌های تیک اویه که اسمش هم هست کافه مان. خیلی خوشگله به نظرم، واسه همین واسهتون ویدیو گرفتم ازش. اینجا هم با چای و شیرینی ازمون پذیرایی کردن. از این تلفن قدیمی ها، نمیدونم شما یادتون هست یا نه، ولی خیلی دوستش دارم. اینجا میخواستم واسهتون تو این آینه قدیمی عکس بگیرم که یهو برقا رفت و طوفان شد، دیگه نشد، دیگه مجبورم تو تاریکی بگیرم. اینجا اوج طوفانه بود، نتونستم با صدای اصلیش واسهتون ویدیو رو بذارم، چون هم صداش خیلی ناجور بود، همین که بقیه‌اش حرف میزدن و نمیشد با صدای اصلی واسهتون بذارم. ولی ببینین چه طوفان بدی بود. اول برق قطع شد یهو، بعد اومدیم تو حیاطشون خیلی باصفاست، یهو دیدیم که طوفان شده و درختارش از جو میکند، گلا به این بر اون بر میرفتن و میومدن، ولی خیلی حس و حال قشنگی بود. به نظرم انگار پاییز بود، اوایل پاییز بود. من عاشق این هوا هم تو پاییز یا آخر شهریور که داریم نزدیک میشیم به مهر و پاییز و مدارس. خیلی خوب بود به نظرم. به ویدیو دیگه خدافظ.